بفرمایید چند سال زندگی مشترک آغاز کردید؟ بسیار عالی. شما رمز موفقیتتون در این 22 سال زندگی مشترک چی هست؟ مرد سالاری چقدر محکم قاطع، مثل که از صفا خانم نمی‌ترسی نه؟ باریکلا تنت میخواه نه؟ به نام گروه گروه چی تلگرامی هست به اسم گروه زن شهیدان. زن شهیدان یعنی از زن زنجیران، از زن ذلیلان ارتقا پیدا کردن به زن شهیدان. خیلی دیگه دست خوشگل ارتقالش بزنید. خدایی دیگه نوبره با همه دستا باره. جشن شب یلدا در هتل گوتمال سمنا با حضور اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنا. دستا بره بالا. باریکلا معرفت، باریکلا دستای خوشگل به افتخار خودتون. خیلی عالیه. شب یلدا بر شما مبارک با. درود بر شما. شب یلدا مبارک با. در هتل گوتمال سمنان با حضور اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان. بسیار عالی. بفرمایید گروه تلگرامی زن شهیدان. بله چه مطالبی رو اونجا به اشتراک میذارید؟ مثلا من جمعه میخواستم ماهی درست بکنم، بعد تو گروه زن شهیدان مطرح کردم، گفتم که اجازه میدید من ماهی درست بکنم. همه اونجا گفتن که نه وظیفه خانوماست، خانم خونه باید کار بکنه، وظیفه‌ش که این کار انجام بده. خب بعد من اومدم به محض اینکه خانم وارد اون گروه شد کلا 100 درجه همه حرفشون برگشت. گفتم وظیفه مرده که روز جمعه ماهی درست بکنه. گفتی چی شد؟ به همین سادگی همه برگشت. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. کیک رشد. یه دست خوشگل به افتخار آقای غایبی بزنید. درود بر شما. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. عجب شرابی نفس تو داره. گفتم خدمتتون که ما کادوی روز زن مرد رو هم یلبیل میکنیم، ولی یعنی چی کادوی روز زن مرد رو یلبیل؟ یعنی که به هر حال ایشون هم باید یه کادوی بگیریم. ببین مرد واقعی ایشونه، مرد سالار واقعی ایشونه. به هر حال ایشون هم باید یه کادوی بگیره دیگه، درسته؟ یعنی اگه شما یه طلایی گرفتی ایشون هم باید طلا بگیره برای شما. نه بحث روش دیگه، ایشون گذشت دارن و بالاخره عزیزم ما بود بشه کادوها رو یه جوری چی میکنن دیگه، ارزش مادیش. شمس‌الدین عزیز چند تا صفات بسیار خوب رو اشاره کردید که باید تو زندگی مشترک بهش اهمیت بدیم. یکی گذشت، صبوری، عشق و محبت، مهر و صفا و دیگه چی بود؟ یه صفت دیگه به نظرم راستی و صداقت. راستی و صداقت.
خیلی عالی. همه این صفات برجسته هستن و لازم هست در زندگی مشترک اونها رو به کار بگیریم تا کانون خانواده هامون گرم باشه و صمیمی. به افتخار آقای شمس‌الدین عزیز و خانم محترمشون یه دست خوشگل و جانانه بزنید. دنیا به کار تلخ من امشب عسل شده است، شیرین شده است ما حسنش این غزل شده است. تأثیر مهر مادری است بر زبان من، این واژه‌ها اگر به تعظم بدل شده است. مادر حضور نام که در شعرهای من لطف خداست شامل حال غزل شده است. غیر از تو جای هیچ کسی نیست در دلم، غیر از تو جای هیچ کسی نیست در دلم. این مسئله نیاز من عشق حل شده است. به خودتون یه دست بزنید.